салом бинандагони азиз, барнома ахбори озодӣ аз студияи марказӣ дар шаҳри Прага тақдими шумо айзон мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам. ҳамроҳатон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 28 декабр. акнун ду бор дар як ҳафта Тоҷикистон рафтуомади ҳавоӣ бо Туркия ва Дубайро зиёд мекунад. Тақдири парвозҳои дуимӣ ба кишварҳои дигар маълум нест. ронандаҳои троллейбус дар Душанбе аз кам шудани маош шикоят карданд. маъмурияти корхонаи давлатии троллейбус мегӯяд, дар замони авҷи пандемия ягон ронанда нақшаро пурра иҷро накардааст. дар давраи ковид-19 ки вай мусофир кам шуд, ҳар маблағ ём кам мешавад. ва дар вилояти Суғ сокинон дар соли нав барои табрикот бобоҳои барфиро ба манзилҳояшон даъват мекунанд. мо ҳар сол бобои барфи омада табрикӣ мебароанд кӯдакоя. мақомоти тоҷик ризоят доданд ки шумораи парвозҳои доимӣ аз Тоҷикистон ба Дубай ва Истанбул зиёд карда шавад. чунин иҷозатро истоди ҷумҳуриявии мубориза бо коронавирус додааст. икром субҳонзода, раҳбари авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон, дар суҳбат бо Азия плюс мегӯяд, тасмим шуд ки минбаъд парвоз тариқи хатсайри Душанбе Дубай Душанбе ва Душанбе Истанбул Душанбе на як, балки ду маротиба дар ҳафта анҷом шавад. парвозҳо аз сӯи ширкати Somon Air, Fly Dubai ва Turkish Airlines сурат хоҳанд гирифт. дар айни замон аз саргирии парвозҳои дуимӣ бо Русияву Чин ва Узбекистон то ҳанӯз дар ҳоли гуфтугӯ қарор доранд. хадамоти зиддинистории Тоҷикистон бошад ба баррасии арзи донишҷӯён ва наздикони онҳо дар бораи мушкили пардохти маблағи таҳсил шурӯъ кардааст. ҳафтаи гузашта чанд донишҷӯ аз Душанбе ва минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ шикоят карданд, ки онҳоро ба имтиҳонҳо роҳ намедиҳанд ва талаб доранд, ки аввал пули таҳсилро супоранд. тафсилот дар гузориши Мулроҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулла. مسئولین خدمات ضد انحصاری روز 28 دکبر به ما گفتند پس از نشر گزارش رادیوی آزادی به تحقیق شکایت دانشجویان شروع کردند که از راه نیافتن به امتحانها شکایت دارند. هفته گذشته چند دانشجو از دانشگاه ملی و کالج طبی شهر کولوب به رادیوی آزادی شکایت کردند که به خاطر نسپردن مبلغ تحصیل آنها را به امتحانها راه نمیدهند. مسئولین خدمات ضد انحصاری در صحبت حضوری به ما گفتند در صورت پرداخت شدن نصف مبلغ تحصیل مسئولین دانشگاه ها نباید دانشجو را از وارد شدن به امتحان ها منع کنند، چون به گفته مسئولین خدمات بر اساس مقررات دانشجو حق دارد مبلغ تحصیل را 2 مرتبه قسم سپارد. در این نهاد به ما گفتند ماه آگوست به دانشگاه ها مکتوب فرستادند تا در شرطنامه خود با دانشجویان این بند را وارد کنند. مبلغ سال تحصیل را به طور نقدی یا غیر نقدی با پول ملی اختیاری پیش از آغاز تحصیل با پررگی یا در هر یک دوره اکادمی پرداخت نمایند. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان مسئول تنظیم مبلغ تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها است و مؤسسه های تعلیمی نرخنامه های خود را با این نهاد موافقه می کنند. این نهاد در حال به بررسی شکایت دانشجویان شروع می کند که والدین بعضی آنها گفتند مجبور شدند به خاطر از امتحان نماندن فرزندان قرض کرده مبلغ تحصیل را سپارند. از جمله گلچهره مادر 3 دانشجو از شهر کولوب به رادیوی آزادی گفت به خاطر از امتحان نماندن فرزندان مجبور شد از مبلغ پیدا کرده پول تحصیل را سپارد. حالا که به گفته گلچهره در عائله تنها شوهرش کار میکند که او هم 500 سومانی معاش میگیرد. بجز از شکایت این مادر روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی عکس نشر شد که در آن از دانشجویان کالج طلب می شود که اول پول تحصیل را سپارند و بعد از آن حقوق در امتحان شرکت کردن را پیدا میکنند. خب حالا دقیق نیست که این عکس در کدام کالج نصب شده است، ولی بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند این عکس در کالج طبی شهر کولوب نصب شده است. هفته گذشته زبیدالله عزیزاده مدیر این کالج در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرده بود که برخی از دانشجویان را به خاطر نسپردن مبلغ شرطنامه به امتحانها راه ندادند. جناب عزیزاده گفت دانشجویان در آغاز سال تحصیل وعده داده بودند که مبلغ تحصیل را تا ماه دکبر پرداخت میکنند، اما آنها چنین کار را انجام ندادند. در عموم دانشجویان میگویند
سالهای قبل مبلغ تحصیل را از حساب پدر و یا برادران مهاجرشان دریافت می‌کردند، اما امسال به خاطر پاندمی کووید 19 و بسته شدن راه‌ها پیوندان آنها نتوانستند به روسیه بروند و چنین وضع آنها را در پرداخت مبلغ تحصیل دست کوتاه کرده است. در دانشکده‌های تاجیکستان فعلا بیش از 227,000 نفر تحصیل می‌کنند که 166,000 نفر آنها باید مبلغ تحصیل را سپارند. در واقع هرچند با همکاران ما در دوشنبه دانشجویان زیادی وابسته به مشکلات پرداخت مبلغ تحصیل صحبت کردند، ولی حاضر نشدند که در روبروی کامرا در این باره بگویند، چون به گفته خودشون میترسند که به درد سر گرفتار نشوند. در همین حال چندی از راننده‌های ترالبوس‌های شهر دوشنبه میگویند در دوره پاندمی کووید 19 که نرخ‌ها در بازارها افزایش یافت، به جای دستگیری برعکس معاششان را کم کردند. همه روزه در راه‌های دوشنبه بیش از 340 اتوبوس و ترالبوس و نزدیک 1,500 میکرواتوبوس به ساکنان خدمت میکنند. در کارخانه دولتی ترالبوس به علیشیر ظریفی و امرالدین اولیموف گفتند حجم معاش راننده‌ها از مبلغ وابسته است که مسافران می‌پردازند. چندی از راننده‌های ترالبوس‌های شهر دوشنبه از آن نگرانند که در دوره پاندمی کووید 19 از حساب کاهش مسافران درآمدشان کم شد، اما در این شرایط از جانب رهبریت کارخانه دستگیری نیافتند. قربانعلی تورایف 15 سال است که در کارخانه کمونالی واحد دولتی ترالبوس به حیث راننده کار می‌کند. میگوید این شب و روز با معاشی که میگیرد نمیتواند روزگارش را پیش برد. تشویش دیگرش این است که با وجود معاش کم اگر نقشه روزانه را اجرا نکند مشکلی های دیگر گیربانگیرش میشوند. نقشه کاری پلان گذاشته شده است و جریمه ستونی از حساب راننده معاش 250 سومون میگرفتم. حاضر ماه نوامبر 316 سومون به من معاش دادن. من شخصا خودم از سر تا بیگو کار میکنم. 190 سومون باید باشد، 230 سومون بیار میگم. کرامت‌الله قربانوف هم تا چند ماه پیش راننده ترالبوس شده کار میکرد، اما با گفته او شکایتش از معاش کم و طلب کردن حقش و برکناریش انجامیده است. خواهش خود نوبت‌داری به عهده خود گرفتم. به من 850 سوم معاش وعده کردن که ماهش به 850 سوم میگیری، از همین لحظه 850 سوم پد خود نالوگ میگردونی. شاید 100 سوم باشه، شاید 80 سوم، شاید 150 سوم. من همین چیزا به عهده خود گرفتم. وقتی که من 27 شبانه روز با همین نوبت‌داری رفتم اومدم، آخر ماه شد من با 134 سومونی معاش نوشتم. شکایت راننده‌ها در حالی است که مأموریت کارخانه کمونالی واحد دولتی ترالبوس میگویند پاندمی کووید 19 شماره مسافران را کم کرد و به همین خاطر معاش کارمندان کارخانه تا اندازه پایان رفت، زیرا راننده‌ها از روی حجم مبلغ جمع آورده شان حق مزد میگیرند. از سببی که کسلا بود نقشه چوبین اجرا نمیشد، آدم کم بود. بعد ما از حساب فایز مبلغ آوردگیشون موقع مثال معاش میتیم 25% میتیم. از حساب جمع آوری مبلغشون که مثال چقدر که بیارن 25% مبلغ ما معاش رو راننده میتیم. در دوره کووید 19 که وای مسافر کم شد، خیلی مبلغ هم کم میشه. حالا در نزد کارخانه زیاده از 100 ترالبوس فعال است و رهبریت میگویند به راننده نیاز دارند. شکایت از پرداخت معاش و ناچیز بودن آن نه تنها از زبان راننده‌های ترالبوس بلکه از زبان کارمندان دیگر بخش‌ها نیز بارها صدا داده است. چون این شکایت‌ها در دوره پاندمی کووید 19 به مراتب بیشتر شدند. در تاجیکستان جزا برای خودسرانه ساختن بنا از جمله منزل زیست به مراتب سخت‌تر کرده شد. همکنون برای خودسرانه و به اجازت مقامات از جمله لایحه تصدیق شده بنا بنیاد کردن خانه از 6 تا 12 هزار سومانی جریمه در پی خواهد داشت. ساکنان در تاجیکستان گاه با اشاره شفاهی مقامات و بدون طرح و لایحه به بنیاد منزل زیست می‌پردازند و بناهای سالهای پیش بنیاد شده نیز سند و حجت ندارند. جزا
برای خودسرانه بنیاد کردن منزل زیست از سال نو به اجرا می درآید. طبق اصلاحات در کودکس حقوق ویرانکنی مأموری، شخصان منصبدار را برای این کردار می توانند از 12 تا 24,000 سومانی جریمه بندند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. امسال با منع شدن جشنگیری سال نو میلادی به خاطر پیشگیری از ادامه سرایت کووید 19 در شهرهای تاجیکستان ارچه ادامه نگذاشتند. بابای برفی یک قهرمان شبیه به سانتا کلاوس نیز مثل سالهای پیش در کوچه ها به نظر نمی رسد. ولی با این هم برخی از ساکنان ولایت سوخت تلاش دارند بابای برفی مهمان محفل های اولویشان شود. فرزان محمدی در این باره گزارش دارد. اکبر زاکیروف مجری برنامه‌های فرهنگی تلویزیون محلی آزیا میگوید دوستان و پیوندانش از او خواستند برفی بیاید تبریک کند و تحفه‌هایی که پنهان کرده میمونند برای کودکانشان میخواهند که از دست بابای برفی گیرد. من در این چی رو میبینم؟ بعضا والدین ها هستند که بچه‌هاشون همین طرز خیلی گوییم بابای برفی میبید تو تحفه میتید اگر تو به معنی گردی یا اگر خوب خوانده یا اگر گفتهای مرا اجرا کنی گویان از سیمای از ابرز بابای برفی نیز بعضا در خانه‌های باده خود استفاده میبرند. کودکان بسیاری از کشورهای جهان فرارسی سال نو را بیشتر به خاطر بابای برفی دوست می‌دارند که گویا از راه‌های دور و پشته‌های برفپوش برایشان تحفه‌ها می‌آورد. برخی از خانواده‌ها سالهای زیاد این عنعنه را به جا آوردند و می‌خواهند سال همگیری کرونا ویروس هم استثنا نباشد. خانوادگان ما هر سال بابای برفی آمدن تبریک میبرند کودک‌ها. من آدمی سیر نیوره میباشم. خود از وقت که از کرونا ویروس کووید 19 است برای همان کودک‌ها نیوره ها خرسند میشن. مغزیه. ولی بابای برفی فرق نداره. خودی های بیگانه هست. وقتی که به حالی شما میبراید البته کودکو شادی میکنه. خورشید کریموف ساکن شهر خوجند حالا یگانه نفر است که در میدان ریگستان بازار پنجشنبه در سیمای بابای برفی به کودکان رهگذر بر عوض شعرخوانی هایشان تحفه های سال نوی میدهد. کلانسالان از دیدن او شاد میشوند و همراهش سلفی میگیرند. بسیار آدم میبینم جای ذکر میکنه که خانه رو میسیدیم. از رفتن از با هر یک خانه میترسید که ممکن نمی کوید خانه ممکن نیست. نمیریم میگه میبریم سرعتگیری پدر کفریزی که میگردیم تمام. اما قسمی از اهالی ظهور بابای برفی را یک عنعنه بیگانه به فرهنگ ملی و مذهبی میشمارند و چند سال پیش تلاش شده بود که چنین قهرمان رمزی به عید نوروز علاوه کرده شود. همچنین سال 2012 در شهر دوشنبه شخصی که خود را بابای برفی آراسته بود از طرف گروه جوانان کشته شد. حادثه اوباشی دانسته شد و حمله‌وران جزا دیدند. ولی برخی از مردم آن را آب و رنگ مذهبی داده گفتند مناسبت در جامعه به بابای برفی یکسان نیست. ستاد جمهوری ضد همهگیری کووید 19 تجلیل سال نو را در سراسر تاجیکستان در حال منع کرد که موردهای گرفتاری به این بیماری در تاجیکستان ادامه دارد. طبق آمار رسمی از 30 اپریل تا 28 دکبر 3205 نفر در کشور به این بیماری مبتلا شده 90 نفر جان باختند. ولی کارشناسان و فهرست‌های نشر شده این آمار رسمی را زیر شبهه می‌گذارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و یک افسر بازنشسته توجیه گفته است مقامات رسمی تا کنون 675 شهروند تاجیکستان را که از طرف گروهی به نام دولت اسلامی در عراق و سوریه می جنگیدند دستگیر کرده به جوابگری جنایی کشیدند. عارف جان صادقов پالکوونیک مستعفی کمیته امنیت ملی در یک مقاله همچنین نوشته است از سال 2014 تا کنون بیش از 500 نفر از شهروندان کشور در جنگ ها برای داعش کشته شدند. امور مذکور را او در یک مقاله در نشریه صدای مردم منبر رسمی پارلمان تاجیکستان نشر کرده است. بینندگان عزیز برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای یکی شما برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و البته نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. فراموش نکنید که فردا همه شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را ایجاد کنید و خدا نگهدار.